با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیزمون، امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. دوستان این سازه 90 مترونه که در منطقه بلده به اتمام رسیده. کف سازه سرامیک شده، سقف سازه از کناف استفاده شده به همراه رنگ و نورپردازی. بیرون سازه از ورق سایدینگ ترکیه استفاده شده، پنجره‌های UPVC قطعی با حفاظ، درب ورودی از درب ضد سرعت آپارتمانی. و بریم که داخل سازه رو بهتون نشون بدم. دوستان کف این سازه سرامیک شده، دیوار بوجا از کناف و همراه کاغذ دیواری و رنگ استفاده شده. برق‌کشی این سازه تو کار با کابل انجام شده، برق‌کشی سقف و بدنه تو کاره. این قسمت سازه آبدارخونه تهویه شده که سینک آب چکون به همراه گاز دوشله و آب گرم‌کن 50 لیتری به دستور مشتری عزیزمون. این قسمت سازه اتاق خوابه، بریم که داخل اتاق خواب بهتون نشون بدم. این سازه یه اتاق خواب مستر داره که داخل اتاق خواب مسترش یه کمد دیواری در آوردیم که همراه سرویس بهتری که بهتون نشون میدم. بریم که اتاق روبروی ببینیم. این اتاق هم به متر 12 متره و داخل اتاق پنجره UPVC به همراه حفاظ کار شده. و این قسمت ساز سرویس بهداشتی در آوردیم که سرویس ایرانی و همراه روشویی و مصدقاتش. و این اتاق خواب مستری هم که خدمتتون گفتم سرویسش این قسمته، در سرویس فرنگی استفاده شده به همراه دوش حمام. اینم فضای داخل سرویس. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و حمایت یادتون